سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. امروز اومدم براتون آموزش گلد کردن تمام SMG های بازی کال آف دیوتی رو آموزش بدم. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، هر SMG که دلتون میخواد بیارید و برید بخش کامو یعنی اسکیناش. اولی میگه 400 تا انمی رو بکش، یعنی 400 تا کیل بگیر با همین اسلحه. دومی میگه 75 تا انمی رو با هیت فایر بزن، یعنی بدون اسکوپ بدون دوربین 75 تا انمی رو بزن. خب دوستان، سومی میگه 45 تا انمی رو از فاصله دور بزن، از فاصله دور با اسکوپ. و چهارمی میگه 200 تا انمی رو بکش با فول اتچمنت، یعنی همه اتچمنت اسلحه‌تون باید فول باشه تا اینو براتون باز کنه. پنجمی میگه 80 تا کیل بگیر ولی باید هدشات باشه، 80 تا هدشات باید بزن. خب ششمی هم میگه آخری میگه 60 تا انمی رو بکش بدون اتچمنت، یعنی هیچ اتچمنتی رو اسلحه نباشه، همون اسلحه اصلی خودش باشه تا براتون این گلد باز بشه. خب برای دایموند کردن اسلحه‌تون باید 120 یا 150 دست بازی کنید و هر دست رو 10 کیل داشته باشید تا براتون دایموند باز بشه. خب پلاتینیوم باید تمام اسلحه‌های بازی همه SMG ها رو گلد کرده باشی تا براتون پلاتینیوم باز بشه. اینو نمیدونم چطور باز شده. فکر کنم باید همه اسلحه‌های SMG رو دایموند کنید. و دوستان، ممنونم این ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.